با دمیدن ماه نور عید می آید دوباره. این قشنگترین عید مسلمین از سالانه. دوست عزیز بازم دوباره برگشتیم در این برنامه. در این بخش برنامه هم اول مهمان اول ما با ما هست خانم میرمن تاجور کاکر با ما هستن، فعال سیاسی. البته که ما فعال سیاسی هستن خانم کاکر، اما ما امروز از خودشان شخصی صحبت های خواهد داشتیم. بله. از سیاست و اینا دور می باشیم. از خانم کاکر می پرسیم که زندگی عادی خانم کاکر چگونه هست و عیدها را خانم کاکر چگونه تجلیل میکنه. سلام بر شما خانم کاکر، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام. اول خو روز عید بر تمام مردم عزیز خود در هر جا که هستند، داخل افغانستان، بیرون افغانستان، در شهرهای افغانستان، در قشلاقهای افغانستان، بر همشان تبریک میگم. شما زنده و سلامت باشین. ما هم عید به شما تبریک میگیم. میشه بگوین خانم تاجور کاکر که چطور دو روز سپری کردین و در کجا بودین؟ عید؟ بله. در کابل سپری کردیم. بسیار خوب. و در روزای عید البته ما هم مثل دیگه خانم‌های افغان عید تجلیل میکنیم. عیدی که در افغانستان تجلیل میشه یک عید بی‌نظیر است که در تمام دنیای جوره نداره. قسمه که ما فکر میکنیم که اینا تنها زندگی میکنن در افغانستان، میشه بگوین که اولادایتان کجاست، شوهرتان؟ میشه در برای کم بر ما معلومات بدین؟ اولادای ما از سال 89 ما که از پاکستان تبعید شدم و پناهنده سیاسی شدم با استرالیا، در اونجا درس خواندن، کلان شدن، عروسی کردن، صاحب اولاد هستن، اولادایشان به مکتب میره، اونا اینجا زندگی میکنن. اما وقتی که زمان آقای کرزی بود، یک سال 2 دفعه میرفتن میامدن، چون حال مسائل امنیتی است و خودم اجازه نمیتونم که اونا بیاین به افغانستان. و شوهرم در قندوز است. بسیار خوب. اونجا فامیلای شوهرم است، خسراناست، اینا هستن، اونجا زندگی میکنن. چون 18 سال امرای ما در سفر بود و مسافرت ها را کشید، حال باید در بین مردم خود باشه، بین خوار بیادر. و ما خودم نظر به فعالیت‌های سیاسی و کارهایی که اینجا داشتم، من در کابل زندگی میکنم. بسیار خوب. خانم کاکر، شما بعض اوقات در کابل هستین و بعض اوقات هم در قندوز. فعالیتتان بیشتر در مرکز است یا در قندوز، بر ولایت قندوز، بر مردم قندوز؟ از ما خو بیشتر فعالیتایم در مرکز است و در ایدا هم البته یکی تقسیم کردیم، یکی اینجا می باشم، یکی در قندوز. و در قندوز بعد از 9 سالگی اونجا کلان شدیم، اونجا مکتب خلاص کردیم، اونجا معلم بودیم. اونجا مردم هم اگه من نرم تقاضا میکنه، شوهرم پرسان میکنه باید یکیت پیشم برم. و خدا دور داشته باشه، مرگ و مردن در چیزا باز بدون ایدم میرم. ایدی که در کابل می باشین خوشایند است یا ایدی که در قندوز؟ والا اگه راست شو بپرسین، ایدی که در قندوز است خوشایند است. دلیلش چی است؟ بیرو بار زیاد است، گرچه حال ایدای سابق نمانده در قندوزم، ایدا بسیار فرق کرده. بله. در قندوز رفت آمد زیاد نیست. فرضاً چیزی که پخته میکنیم، تیار میکنیم، آمادگی میگیریم. تنها بر خودتان؟ نه، تنها بر خود نه. اینجا هم الحمدلله از همسایه خود بسیار خوش هستم. روز اولید از نماز همگی از اینا به صفت خوار کلان پیش ما عید مبارکی میاین. و اگر چه بگوین که ما چیزی نمیخوریم، دروازه رو بسته میکنیم تا که نخورین، نمیتونین رفته. خاطری خوش دارم، مثل برادرای فامیل ایت می احساس یعنی مسافری و تنهایی نمی کنم. اما در قندوز بازه تر است که ما مردم ولایت کس میمانای ما دیگه نمیگه که صبح است، شب است، ناوقت شب است. بله. میای نیدی کردن آدم همی که دوستا رو میبینه و میری اونجا شب و روزش عید است. دقیقاً. میشه بگوین خانم کاکر بزرگترین چالشی که در زندگیت با اون مواجه شدی و کدام مشکل بوده؟ چالش بزرگه؟ بله بله. والا بچه ما تا بالا اگر راست پرسان کنی کدام چالش بزرگی را ندیدیم. یعنی هیچ با مشکلات روبرو نشدین؟ مشکل بزرگ؟ من مشکل میگم که چون شما در قندوز هستین و اوجا وضعیت بانوان مثلا درس خواندنشان، فامیل ها چطور شما را اجازه دادن که درس بخوانین و فعالیت بکنین؟ بچه وقتی که ما درس خواندیم وقت بود افغانستان، یک افغانستان بود که البته همسایه‌اش به او رسیدن نمیتونست. بله. هر چیز برای ما مهیا بود. درس خود خواندیم به بسیار فضای آرام، استادای بسیار خوب داشتیم. حتی تا دارالمعلمین هم که می رفتیم
ما کدام مشکلی نداشتیم. تا صنف 12 در کندوز خواندید؟ تا دارالمعلمی در کندوز خواندیم. بسیار خوب. اما هیچ مشکلات ما نداشتیم. یک چیز که هست او وقت البته مردا بسیار احترام به زنها داشتن. بله. بسیار. هیچ کس طرف یک دختر اشپلاق کنه یا گپ بزنه گپا نبود. همه احترام به زنها داشتن. بله. حالا که میبینیم یک ذره بی احترامی زیاد شده به زنها. واقعا. خانم کاکر میشه بگوین از رسم رواج های مردم قندوز یا متفاوت از رسم رواج های مرکز است یا خیر؟ بسیار فرق داره با مرکز. فرزند قندوز اینجا در مرکز خوب است که کلچه بازاری میخری. اونجا ما که عید میکردیم دیگه از 25 تیاری میگرفتیم که از 25 رمضان از 25 رمضان که خانه پاکی شو پرده عالم ما امی کار دارم اینجا البته پرده شویی از خانه پاک کردن است اینا. بله. که شوهر میگه میشارانی کلگی شده شتن تو کردن. بعد از او تقریبا 3 روز پیش از عید باز پختن خجور است، سمبوسه است، کلچه های رنگارنگ است، دپالی از او، گوش فیله است، کلچه پنجره هر چی که یاد داشتیم. خودتان چقدر به این دسترسی در نوع پخته کرده میتونین و یا خیر؟ الحمدلله و کلش دسترسی دارم. همیشه مزه دارتر پخته میکنین؟ والا بود دیگه مردم میگه که مزه دارم مرا خوش میسازه اما خوش ندارم که کلچه بازاری بخرم باید کلا در خانه آماده میکنین. خانم کاکر شما به حیث یک خانم سیاسی در جامعه هستین، آیا در خانواده هم مثل یک مادر مثل یک خانم خوب هستین و میتونین تمام مسئولیتتان به خوبی ادا بکنین؟ بچیم راست شکل بگوی وقتی که من از خانه برایم دروازه را قلف میکنم، کارهای خانه را و مسائل خانه را داخل خانه میکنم. وقتی که از دروازه خانه برایم با سیاست دروازه شو بسته میکنم باز در خانه یک زن متفاوت است. ماشاءالله. واقعا خانم کاکر یعنی بعضی از خانمای ما هستن که در اجتماع ما فعالیت دارن و در خانواده هم مثل شما یک مادر خوب، یک خانم خوب بودن. میشه بگوین از عید که شما در جوانی تجلیل میکردین او عید تا عید چی فرق داره و چقدر متفاوت است از او عیدهایتان؟ آیا او عیدهایی که شما جوان بودین لذت داشت یا فعلا؟ راستش بگویم که او ایدا بسیار لذت داشت. از او ایدا تا بالا 50% شام نمانده. در ولایت قندوز ما زندگی خود برتان بگویم که از روز اول عید فرزن ما میوه میخریدیم، بس 1 سیر و 2 سیر نقل میوه را میخریدیم. فرزن 1 کیلو 2 کیلو نمیخریدیم و کلچه و هر چیز که تیار میکردیم و به 2 سیر و 3 سیر تیار میکردیم که حتی تا 3 عید نمیرسید. و ما افروز عید داشتیم و روز اول عید در قندوز دولسرنهی داشت که اونا می آمد پشت خانه ما و در پالی از او کسایی که در ماشین شالی کشی بود از خسارم که مردم می آمدن اونجا جوالیا کار میکرد، باز اینا می آمدن هم تا از مکتب بیایم و پاشی که در کل جای سماورای برنجی را مانده و چوب میده کردن بعد دل خود کل آمادگی را گرفتن. اما ما در پتنوس چای برده نمیتونستیم بعد از اینکه تعداد مردم زیاد میموند. باز دسترخوان‌ها را شبیه‌ای دوار میکردیم، میوه را در روی از این می‌کندیم. باز اول خب ما مردم داریم که هم در شهر زندگی میکنه و هم در قشلاق زندگی میکنه. مردم قشلاق روز اولیه اینا می آمدن به قندوز در مسجد تخارستان در نماز عیدگاه. باز اینا وقتی که اونجا می رفتن ما باید برای چاشت از اونا نان تیار میکردیم و اونا می آمدن چای صبح میخوردن. باز دسترخوان خالی میشد چون بچهای خود که می آمد اونا دستمال داشتن دستمالای خود می بود. باز نان چاشت میخوردن میرفتن پس ما دسترخوان ها رو تیار میکردیم که میمان میایه باید برای از اونا آماده باشیم و دولسرنه خونه صبح که می آمد تا دیگر اونم تا شام می بود و تفلکا بود جمع می شدن. باز دمی چای کلان تشتای کلان سیر زدگی دو کشمش و نخود و نقل و چاکلیت همه چیز گت میکردیم. باز دمی اولادکای ما اول تا 6 ساله و 7 ساله شد در دست از اونا یک کاسه مثل اندازی منک برش می دادیم که این تفلک آمد دست خالی اینا رو نکشین دیگه از او برده برشان بدیم. بازم دستمال چیرم روز 500 روپیه می دادیم، دستمال کلاه برش می خریدیم میداد. او دیگه می 3 روز اینمی حال بود، 3 روز میمان. و مرا که یادم میاد در جوانی هیچ وقت یادم نمیاد که بچه من نان 4 6 تا نان خورده باشم یا صبح چای خورده باشم. باید از وقت میخواستم همه چیز تیار میکردم برای پذیرایی میمانا می بودیم. باز 3 روزی مردا خلاص شد، روز 4 نوبت زنا بود که زنا باز عید کردن می آمدن
دیگه باز 4 روز عید زنا بود. اینا می رفتن و می آمدن و میله ها داشتیم دیگه. آره او چیزا نیست. بله کم رنگ تر شده. بله بی‌برکت شده اید. از اولادایتان یاد کردین، میشه بگوین چند اولاد دارین؟ اونا هم خارج از کشور زندگی میکنن؟ شکر الحمدلله 7 اولاد دارم، 5 دختر 2 بچه. بیشتر بچه‌تان دوست دارین و یا هم دختر؟ والا برای مردوش یکیست. هیچ وقت فرق نمیکنه. مادرها همیشه پسرای خود زیاد دوست دارن. نه اردوشان یکیست. ترجیح نمیتون بچه را از دختر، دختر از بچه، کلشان یکیست. کلشان خداوند برای من داده و از اولاد خود خوش و راضیستم و شکر 18 نواسه دارم. بسیار و شکر 6 کواسه دارم. ماشاءالله. میشه بگوین که اولادایتان مصروف چی کارها هستن؟ مصروف کارهای مختلف. 2 دخترم از خود بزنس دارن. بسیار خوب. 1 دختر کلان است که او در خانه از خود بزنس و 1 نواسگک مریض است که خداوند دور شفا بده. آمین. امروز از اون مصروف. اول 1 بزنس خوب داشت. دختر 4می هم از خود 1 بزنس داره. دختر خرد دیگه که 1 بچگک داره و امروز کار مکتب مصروف است و هم بچه خود میبرن میارن، چون اونجا نمیتونن که به اولاد خود تا شام در کودکستان بانن تا که کلان نشن. مصروفیت زندگی است دیگه. پارتایم کار میکنن. پسرام یکیش مکانیک موتور است. بسیار خوب. و دیگه شامونم درس یک وقت کار میکنم، یک وقت هم. خانم کوکر چرا نخواستین که یکی از اولادهایتان مثل شما سیاستمدار باشه و در سیاست افغانستان بیاین باشه؟ والا اولادا را وقتی کلان میشه از خردی تا کلانی ده همگیشان نمرای ما. والا مگه بگویم که در مسائل سیاسی یا شریک هستن این همکاری و این مسائل هیچ وقت چی نکردن که بگویم خوش نداریم یا نمیکنیم. ما البته در ایرای سیاست بسیار مشکلات را دیدیم، یعنی تا زندان رفتیم اینا، اما اولادایم همیشه الحمدلله از ما راضی بودن، ما هم از اونا راضی است. اما حالی 1 نواسگک است به نام نیل، دختر خورده است که او پیشتر که می آمدم مادرش تلفن کرد و روسیه رفته بودیم نیم و پنجشنبه آمدیم به جرگه ساله. گفت که او انترویو دیده وقت رو گرفته و برده به مکتب و اینا. او یک ذره میخواه راجع به زندگیم زیادتر بخوانه و بفهمه. بسیار خوب. شاید پیدا شد یگان تایشان آخر. شاید تایشان علاقه بیشتر. نظر به ای که خودتان کار زیاد کردین در این راستا، باید تمام اولادتان علاقه به این می داشتن که در سیاست باشن و ای که باز هم نخواستن، البته که مشکلات خود تا دیدن دست کشیدن. یک بچه ما سال 2000 آمدیم در افغانستان وقت طالبا. اینجا یک مکتب داشتم، باز بچیم در سفارت آنلاین کار میکرد. 1-2 دفعه سرش حمله شد که نزدیک دیگه خداوند باز او را عمر دوباره داد. باز ما او را بسیار بزور روانش کردم، گفتم باید تو بری اولادکایت است و شما برین. او تو به افغانستان علاقه دارن، شکر الحمدلله به رسم و رواج خود به این علاقه دارن. اونجا هم البته ما مکتب که رفتم مکتب تاسیس کردم و مؤسسه اتحادیه افغانای استرالیا غربی استم. اونجا یک موزیم نندارتون خوردم دارم و در پالی از او رادیو داشتم روزای دوشنبه و این روزای عید، روزای نوروز و روزای مهم ما را تجلیل میکردم. بانو کاکر میشه بگوین که شما را در عرصه سیاست که بیشتر تشویق کرد؟ در عرصه سیاست خود وطنم و مجبوریت های ما. سیاست نه کدام مکتب داره بچیم نه کدام معلم داره. وقتی که خود انسان علاقه داشت، وقتی که مشکلات مردم خود ببینی، در پالی مردمت که زجر میبینه، تکلیف میبینه و دایسی از اونا بی‌عدالتی رو میبینی، دایسی از اونا ظلم میبینی، وقتی که صدا بالا میکنی اولین دروازه سیاست است. بله من راست میگید. خانم کاکر ما یک گیم داریم که گیم باید همراه شما هم بازی بکنیم، ببینیم به خانم کاکر چی میره. با سوالای بیشتر داریم که شما خواهد پرسید. میشه که از ورقه بگیرید؟ خدا کنه که از ورقه. خانم کاکر ما اینجا بر ما ایدی اینجا هر چیز هست. ای که تقدیر شما چی بود ایدی هست. خانم کاکر با ما باید ایدی بده. ای که هر چی هست خود خانم کاکر به ما تعیین میکنه که چی بر ما ایدی میده. خوش هستم که امروز در این وقت
از پیش من کسی دی میخواید. خب گپ از ایدی یاد شد، میشه بگوین که آیا تا به حال بیشترین ایدی را بر کس دادین و یا هم بیشترین ایدی را از کس گرفتین شما؟ والا در خوردی بیشترین ایدی را من میگرفتم، اما وقت کلان شدم کس مرا ایدی نداده. خب شوهر ما مرا ایدی نداده و تمام اگه داستلیام هستم میرم جیبای من همه نواسا خالی میکنم و حالم دمید که میرم از دو بچه که بچندرم است، یکیش عروسی نکرده، یکیش 6 اولاد داره. باز اون ما میدون و کل میای میگه که ایدی بتی. باز دختر از تو یک چی داره که مدیریت که میره از دیگه جان که ای اولادای ایران بیبی ایدی بته، او را ایدی بته. باز کسی که بعدش بیای میگه اوش که بیبی او را لوت نتی، ایدی زیاد نتی کم بته. دیگه طفلا ما خوش میشم که کسی از من ایدی بخواه و ما برای از اونها ایدی بته، ما برای شما ایدی میکنم. امروز ما و خورشید جان هم از خانم کاکر ایدی میگیریم، چون ما هم مدت زیاد میشه که ایدی نگرفتیم از کس و همیشه از وقتی که ما با وظیفه گرفتیم و دوره مسئولیت و متعلمیت گذاشته، حالا هیچ کس به ما ایدی نمیتن. میگن که حالا جوان شدی نمیشه که ما ایدی بدیم. اونا شانه خالی میکنن. بله. هر که کلان باشین از شما که کلان ها شما حق دارین که ایدی بله باید از این پس اگه نداد به زور بگیرین. حتما چنانی. خانم کاکر میشه بگوین از میوه های ایدی کدام میوه رو بیشتر دوست دارین؟ والا میوه رو میفهمی کلش نعمت خداوند است. نه همش نعمت خداوند. نمیتونه گفته ایره خوش دارم او را خوش ندارم. اما آدم خوش داره کلش بخوره اما کم کم بخوره زیاد. خانم کاکر با معذرت خورشید جان هم سوالای زیاد داره و میخواستم از دوره نامزادیتان بر ما بگوین. اون دوره آیا کدام عید آمده بر شما ایدی آوردن؟ دوره نامزادی ما بر بگویم ما تقریبا 11 ساله بودم که پدرم شهید شد در قندوز. 9 ساله ما به قندوز رفتم. پیش پدرم بسیار نازدانه بودم. وقتی که 12 ساله بودم باز مرا مادرم به خانوادی که زن اولم داشت مرا نامزاد کردن، اما من نمیشناختم که با کی نامزاد شد تا 2 ماه. خب بعد از وقتی که در مکتب رفتم برای ما معلمای ما گفتم میج نمیفهم. معلم گفت که من بچه کی است چطور است حتی ندیده بودمش، نامزاد شد. وقتی که من 14 ساله شدم صف 7 مکتب باز مرا عروسی کردن بردن و در نامزادی اونمو چی خدا داشتن که می آوردن اونم لباس اونا که بگویم تو از نامزادی کدام خاطره خوش دارم کدام چی ندارم. بعد از اینکه خب یعنی عروسیتان قسم بود که با میل و خواست شما نبود، اما بعد از اینکه عروسی کردین آمدین به خانه شوهرتان آیا راضی بودین یا خیر؟ خب از ما و شما افغانایی نیست که اول راضی باشه خوش کنه بگیره. بله بله. از ما و شما یک چیزه که باید سنگ صبر به دلت بانی و دو سنم نبودم کس را خوش کرده باشم. یعنی 14 ساله دختر بودم. یعنی خورد بودین. بله. اما یک چیزی که بودم در خانه خسر وقتی که رفتم من تو فکر کردم که اقلا اگه 100% مثل پدر مار نباشه اقلا 50%. خسرم بسیار آدم خوب بود، بسیار من را دوست داشت. دیگه بعد از طفل اول ما پیدا شد 15 ساله بودم. او طفل 5 ماه بود که خسرم شهید شد و وفات کرد. باز دیگه ماندیم ما و روزگار. مدت چند سال میشه که شما ازدواج کردین؟ دیگه فکر کو که ما 15 ساله بودین که 14 ساله بودم. حالا ما 70 سال است. یعنی بسیار زیاد میشه. خوش دارین که در عید بیشتر اوقاتتان در کجا سپری کنین؟ بسیار اوقات خود کجا؟ در بین مردم خود باشم. اینجا هم خوش دارم که باید یک چیز است بچیم در اینجا میزنها رفت آمد و قناه دارن نه؟ بله بله. فقط همیشه تشریفاتی یک جایی که دیدی یک سلام علیک میگن باز پشت اما تو یک رفت آمد چی نیست که بیای بشینن یک وقت وقت بشینه یک پیاله چای هم راید بخوره و با هم ببینین. دیدو باز دیدا کم است. بله. خب باز در اطراف کس دیدو باز دیدا زیادتر است. اول از ما نام خدا دم قندوز خانه میکرد 4 طرف کل خانه ننو
ایور و بچه کاکا خسرو ایناس یک فامیلی بسیار کلان هستن نه. حال شکر باز دخترکایی که خورد بدن و ما وقتی که در خانه عروسی شدم این دختر اینا اصلا در مکتب نبود. اینا حالا کلگیشان نام خدا حالا مکتبی شدن، اینا بازشان معلم است، بازشان شاگرد است. دخترکا میاین، بچه میاین، بچه کلان شده عروسی کده. وقتی که هر کدامش آدم میره و میبینه سر آدم خوش میگذره که همیشه آدم با مردم باشه. شما زنده و سلامت باشین خانم کاکر که آمدین و واقعا در روز عید با همچون یک خانمی که در همه زندگی خود موفق بوده صحبت کردن خیلی خوشایند است و من واقعا شخصا همچون خانمایی را که مثل شما میبینم توانمندی و همون همت ما بیشتر میشه. سپاس از شما کامل. ما شما جوانا بسیار خوش میشم که میبینم خدا شما را خوش داشته باشه و یک چیز میگم که عید و برات بسیار خوب تدلیل کنین، رفت آمد کنین، روزی بیاین خانه ما بیاین. حتما چرا نه. اینه بچیم زیاد پیسه نوردیم 560. شما سلامت باشین. این خانم کاکر ایدی بر ما داد واقعا زنده و سلامت باشین. شما زنده باشین. خب این گیم بود دیگه، ما قدر جدی نبودیم اما ای که شما جدی گرفتین. خب زنده باشین، سلامت باشین. شما اگه جدی نمی گرفتن اگه گیم نمی بودم ما براتون ایدی میدادم. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از اینکه اوقات خوب بر ما. بله تشکر. دوستان عزیز ما هم سپاسگزار هستیم. باز هم یک میان برنامه کوتاه داریم، در ادامه برنامه با ما باشیم.